در دوشنبه یک نورس 16 ساله دو برادر را با کرد زخمی کرده به یکی از آنها 7 کرد زده است. در این باره یورتیجی با استناد به مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد حادثه شب 19 ماه سال 2024 تخمینا ساعت 21:30 در کوچه سامانی دوی پایتخت رخ داده است. به اطلاع وزارت کارهای داخلی بین نوبالغ 16 ساله و یکی از برادران نوفهمی سر زده آنها با هم مناقشه کردند. در نتیجه مناقشه گمانبر شده به پشت یکی از جبر دیدگان یک مرتبه کرد زده است. برادر دوم میخواست مناقشه را قطع کند ولی از دست نوبالغ به قسمت‌های گوناگون بدنش 7 ضربه کرد خورده است. آمده است در گزارش در نتیجه جبر دیدگان با جراحت‌های وزن جسمانی در بیمارخانه بستری گردیده نورس 16 ساله بازداشت شده است. تفتیش این حادثه ادامه دارد. سبب مناقشه معلوم نیست. چند ساله بودن برادران جبر دیده گفته نشده است. افزایش مناقشه‌های بین نورسان و جوانان در پایتخت تاجیکستان با استفاده از سلاح سرد دیر باز نگرانی جدی مقامات حفظ حقوق را به بار آورده است. میلیسای دوشنبه از سال 2018 در پایتخت عملیات ویژه‌ای را با نام شرطی کرد برآ انداخته هر سر چند وقت از بازداشت دهها نورس که با خود کرد و فینکه و دیگر نفهای سلاح سرد می‌گردانند خبر می‌دهد. بنا به اطلاع رسمی در نتیجه این چاره‌ها جنایتکاری در بین نورسان و جوانان نسبتاً رو به کاهش آورده است ولی باز هم سر هر چند وقت از دوشنبه درباره مناقشه‌های نوبتی خونین بین نورسان و جوانان خبرها به دست می‌رسند. متاسفانه حالت‌های نیزی بودند که این مناقشه‌ها با مرگ نورسان می‌انجامند.